روزه یک فرض الله است مثل نماز. صحیح؟ و یک فرض است که دیش ریا نیست. چرا که او یک راز است در بین تو در بین الله. اولی دعا کنین که الله توفیقی گرفتن روزه کما حقه، که تمام اعضای ما روزه باشه، الله نصیب بگرداند. آمین بگوین. عده از دوستا ما خود این مسائل بسیار درگیر هستیم که سوالات میشه از ما پرسان میشه، والا معده درد هستم و دکتر میگه تو روزه نگی. کسی میگه ما فلان که سردردم بود، میگه برو مناسب در نماز جمعه گفت که به مریض اجازه است که روزه بخوره. سردردم بود، میگه بیا بخور. این مسئله را باید یاد داشته باشیم. این مسائل دین هست، مسائل دنیا نیست که یا یک روپا پایین و یا یک روپا بالا، یا تاوان و یا فایده. مسائل دنیا نیست، مسائل دین هست. زمانی که مسائل دین هست بسیار با احتیاط باید قدم ورداریم در این مسائل. اگر ما شما متوجه شده باشیم این دکترها دو قسم اجازه میتن. یکی اجازه زی وقایوی می باشه، تو رو میگه که روزه گرفتن به تو تاوان میکنه. این حال معلوم نیست که حقیقتا براستی هم تاوان میکنه یا نمیکنه. خود دکتر سے امو چیز احتیاط در نظر گرفته، چیز احتیاط. به طور مثال تو رو میگه تو شکر هستی برنج نخوری، صحیح نه؟ تو شکر هستی روزه نگیری، تو مرض فشار داری روزه نگیری، تو معده درد هستی روزه نگیری. علی یکی احتمالاً است، احتمالی است که اگر روزه بگیره نقصان برش پیش نشوه. در این صورت روزه خوردن به مریض درست نیست. ای تو هر کسی احتمال داره که مریضی ما فشار ما بالا نرو، هر نسواریم بگوی که برو من روزه نمیگیرم که دماغم باز خراب میشه. این بهانه خود زیاد میشه. روزه را باز ملامت میکنیم که والا روزه است دماغش خراب است، جنگ کردن. ملامت باز روزه است. اگر این تو رایش باز شوه هر کس به خود یک راه جور میکنه. آن مرض، آن مریض میتواند که روزه را بخوره که این مشکل پیدا شدن ازی به توسط ازی روزه گرفتن یقینی باشه، به طور یقینی مشکل ایجاد میکنه برش، یا مرضش بالا میره به طور یقینی، در عام صورت این روزه خوردن میتانه، غیر از او اجازه نیست. و هم شرط دکتر ماهر متخصص باشه. متخصص اینه که هر چپن سفید بری تو گفت که برو اجازه است تو هم خورده رفتی، یا هر دوا فروش گفت در دواخانه. شرطش ایش که دکتر متخصص فهمیده و دکتر مسلمان دیندار باشه. اینه که نامش دکتر هست، فهمیده و متخصص هست، خب به دین معتقد نباشه و هم اعتبار نداره. گپی از او قابل اعتبار نیست، قابل شنیدن نیست، چرا که او به دین معتقد نیست. این شرط هست. گپ دکتر معتبر است، دکتری که هم فهمیده و متخصص باشه و هم متدین باشه، یعنی دیندار باشه، در مقابل دین بی‌پروا نباشه. او بگویی که به روزه گرفتن تکلیف پیدا میکنی، میموری، فلان میشی، بستان میشی، باز در او صورت ملاسب برو فتوا بگی و باز بخو. ای تو هم نمیشه که دایرکت تو از امو دواخانه فتوا بگیری خلاص. نه، از او این معلومات گرفته پیش مولا موری صاحب میاری، پیش مفتی صاحب میاری، باز او برات فتوا میده که مرض تو برای تو اجازه است که تو روزه را بخوری، در غیر از او اجازه نیست.